صادق هدایت. This story was published 193 years ago, but certainly doesn't feel like it. I will be reading it in Persian, but I will put the translation that I found on this website on the screen. So let's start. This short story is titled 3 Drops of Blood. 3 قطره خون. دیروز بود که اتاقم را جدا کردند. آیا همانطوری که ناظم وعده داده بود من حالا به کلی معالجه شدم و هفته دیگر آزاد خواهم شد؟ آیا ناخوش بودم؟ 1 سال است. در تمام این مدت هرچه التماس می کردم، کاغذ و قلم می خواستم، به من نمی دادند. همیشه پیش خودم گمان می کردم هر ساعتی که قلم و کاغذ به دستم بیفتد چقدر چیزها که خواهم نوشت، ولی دیروز بدون اینکه خواسته باشم کاغذ و قلم را برایم آوردند. چیزی که آنقدر آرزو می کردم، چیزی که آنقدر انتظارش را داشتم. اما چه فایده؟ از دیروز تا حالا هرچه فکر می کنم چیزی ندارم که بنویسم. مثل این است که کسی دست من را می گیرد یا بازویم بی‌حس می شود. حالا که دقت می کنم ما بین خطهای درهم و برهمی که روی کاغذ کشیدم، تنها چیزی که خوانده می شد این است: 3 قطره خون. آسمان لاجوردی، باغچه سبز و گلهای روی تپه باز شده. نسیم آرامی بوی گلها را تا اینجا می آورد. ولی چه فایده؟ من دیگر از چیزی نمی توانم کیف بکنم. همه اینها برای شاعرها و بچه ها و کسانی که تا آخر عمرشان بچه می مانند خوب است. 1 سال است که اینجا هستم. شبها تا صبح از صدای گربه بیدارم. این ناله های ترسناک، این حنجره خراشیده که جانم را به لب رسانیده. صبح هم هنوز چشمان باز نشده که انژکسیون بیکردار. چه روزهای دراز و ساعتهای ترسناکی که اینجا گذرانیدم. با بیراهن و شلوار زرد روزهای تابستان در زیر زمین دور هم جمع می شویم و در زمستان کنار باغچه جلوی آفتاب می نشینم. 1 سال است که میان این مردمان عجیب و غریب زندگی می کنم. هیچ وجه اشتراکی بین ما نیست. من از زمین تا آسمان با آنها فرق دارم، ولی ناله ها، سکوت ها، فحش ها، گریه ها و خنده های این آدم ها همیشه خواب مرا پر از کابوس خواهد کرد. هنوز 1 ساعت دیگر مانده تا شاممان را بخوریم. از همان خوراک های چاپی: آش ماست، شیر برنج، جلو، نان و پنیر، آن هم به قدر بخور و نمیر. حسن همه آرزویش این است که یک دیگ اشکنه را با 4 تا نان سنگک بخورد. وقت مرخصی او که برسد عوض کاغذ و قلم باید برایش دیگ اشکنه بیاورند. او هم یکی از آدم‌های خوشبخت اینجاست. با آن قد کوتاه، خنده احمقانه، گردن کلفت، سر تاس و دستای بینه بسته برای ناوکشی آفریده شده. همه ذات تنش گواهی می‌دهند و آن نگاه احمقانه او هم جار می‌زند که برای ناوکشی ساخته شده. اگر محمد علی آنجا سر نهار و شام نمی ایستاد، حسن همه ما را به خدا رسانیده بود. ولی خود محمد علی هم مثل مردمان این دنیاست. چون اینجا را هرچه می‌خواهند بگویند، ولی یک دنیای دیگر است برای دنیای مردم
بدبختی خدا چیزی سرش نمی شود. من اگر به جای او بودم یک شب توی شام همه زهر می ریختم می دادم بخورند. آن وقت صبح توی باغ می ایستادم. دستم را به کمر می زدم، مرده ها را می برند تماشا می کردم. اول که مرا اینجا آوردند همین وسواس را داشتم که مبادا به من زهر بخورانند. دست به شام و نهار نمی زدم تا اینکه محمد علی از آن می چشید. آن وقت می خوردم. شبها هراسان از خواب می پریدم. به خیالم که آمدند مرا بکشند. همه اینها چقدر دور و محو شده. همیشه همان آدم ها، همان خوراک ها، همان اتاق آبی که تا کمر کش آن کبود است. 2 ماه پیش بود یک دیوانه را در آن زندان پایین حیاط انداخته بودند. با تیله شکسته شکم خودش را پاره کرده، روده هایش را بیرون کشیده بود و با آنها بازی میکرد. میگفتند او قصاب بوده، به شکم پاره کردن عادت داشته. اما آن یکی دیگر که با ناخن چشم خودش را ترکانیده بود، دستهایش را از پشت بسته بودند. فریاد میکشید و خون به چشمش خشک شده بود. من میدانم همه اینها زیر سر نازم است. مردمان اینجا همه اینطور نیستند. خیلی از آنها اگر معالجه بشوند و مرخص بشوند بدبخت خواهند شد. مثلا این صغرا که در زنان است 2-3 بار میخواست بگریزد. او را گرفتند. پیرزن است اما صورتش را گچ دیوار میمالد و گل شمعدانی هم سرخابش است. خودش را دختر 14 ساله میداند. اگر معالجه بشود و در آینه نگاه بکند سکته خواهد کرد. بدتر از همه تقی خودمان است که میخواست دنیا را زیر و رو بکند و با آنکه عقیده‌اش این است که زن باعث بدبختی مردم شده و برای اصلاح دنیا هرچه زن است باید بکشد، عاشق همین صغرا سلطان شده بود. همه اینها زیر سر نازم خودمان است. او دست تمام دیوانه ها را از پشت بسته. همیشه با آن دماغ بزرگ و چشمهای کوچک به شکل وافوری ها ته باغ زیر درخت کاج قدم میزند. گاهی خم می شود پایین درخت را نگاه می کند. هر که او را ببیند می گوید چه آدم بیزار بیچاره‌ای که گیر یک دسته دیوانه افتاده. اما من او را می شناسم. من می دانم آنجا زیر درخت 3 قطره خون روی زمین چکیده. یک قفس جلوی پنجره‌اش آویزان است. قفس خالی است چون گربه قناریش را گرفت. ولی او قفس را گذاشته تا گربه ها به هوای قفس بیاید و آنها را بکشد. دیروز بود دنبال یک گربه گلباقالی کرد. همین که حیوان از درخت کاج جلوی پنجره‌اش بالا رفت، به قرار اول دم در گفت حیوان را با تیر بزند. این 3 قطره خون مال گربه است. ولی از خودش که بپرسند میگوید برای مرغ حق است. از همه اینها غریب‌تر رفیق و همسایه هم عباس است. 2 هفته نیست که او را آوردند. با من خیلی گرم گرفته. خودش را پیغمبر و شاعر می‌داند. میگوید که هر کاری به خصوص پیغمبری بسته به بخت و طالع است. هر کسی پیشانیش بلند باشد، اگر چیزی هم بارش نباشد کارش میگیرد و اگر علامه دهر باشد و پیشانی نداشته باشد به روز او میافتد. عباس خودش را تارزان ماهر میداند. روی یک تخته سیم کشیده بی خیال خودش تار درست کرده. و یک شعر هم گفته که روزی 8 بار برایم میخواند. گویا برای همین شعر او را به اینجا آوردند. شعر یا تصنیف غریبی گفته. دریغا که بار دیگر شام شد.
سرابهای گیتی سیاه فام شد. همه خلق را گاه آرام شد. مگر من که رنج و غمم شد افزون. جهان را نباشد خوشی در مزاج، به جز مرگ نبود غمم را علاج. ولیکن در آن گوشه در پای کاج، چکیده است بر خاک سقطر خون. دیروز بود در باغ قدم می زدیم. عباس همین شعر را می خواند. یک زن و یک مرد و یک دختر جوان به دیدن او آمدند. تا حالا 5 مرتبه است که می آیند. من آنها را دیده بودم و می شناختم. دختر جوان یک دسته گل آورده بود. آن دختر به من می خندید. پیدا بود که مرا دوست دارد. اصلا به هوای من آمده بود. صورت آبله روی عباس که قشنگ نیست، اما آن زن که با دکتر حرف می زد. من دیدم عباس دختر جوان را کنار کشید و ماچ کرد. تا کنون نه کسی به دیدن من آمده و نه برایم گل آوردند. 1 سال است آخرین بار سیاوش بود که به دیدنم آمد. سیاوش بهترین رفیق من بود. ما با هم همسایه بودیم. هر روز با هم به دارالفنون می رفتیم و با هم برمی گشتیم و درس‌هایمان را با هم مذاکره می کردیم و در موقع تفریح من به سیاوش تار مشق می دادم. رخسار دختر عموی سیاوش هم که نامزد من بود اغلب در مجلس ما می آمد. سیاوش خیال داشت خواهر رخساره را بگیرد. اتفاقاً 1 ماه پیش از عقد کنانشان زد و سیاوش ناخوش شد. من 2-3 بار به احوال پرسیش رفتم ولی گفتند که حکیم قدغن کرده که با او حرف بزنند. هرچه اصرار کردم همین جواب را دادند. من هم پابی نشدم. خوب یادم است نزدیک امتحان بود. 1 روز غروب که به خانه برگشتم کتابهایم را با چند تا جزوه مدرسه روی میز ریختم. همین که آمدم لباسم را عوض کنم صدای خالی شدن تیر آمد. صدای آن به قدری نزدیک بود که مرا متوحش کرد. چون خانه ما پشت خندق بود و شنیده بودم که در نزدیکی ما دزد زده است. 6 لول را از توی کشوی میز برداشتم و آمدم در حیاط. گوش به زنگ ایستادم. بعد از پلکان روی بام رفتم ولی چیزی به نظرم نرسید. وقتی برمیگشتم از آن بالا در خانه سیاوش نگاه کردم. دیدم سیاوش با پیراهن و زیر شلواری میان حیاط ایستاده. با تعجب گفتم سیاوش تو هستی؟ او مرا شناخت و گفت بیا تو، کسی خانه ما نیست. صدای تیر را شنیدی؟ انگشت به لبش گذاشت و با سرش اشاره کرد که بیا و من با شتاب پایین رفتم و در خانهشان را زدم. خودش آمد در را روی من باز کرد. همینطور که سرش پایین بود و به زمین نگاه می کرد پرسید تو چرا به دیدن من نیامدی؟ من 2-3 بار احوال پرسیت آمدم ولی گفتند که دکتر اجازه نمی دهد. گمان می کنند که من ناخوشم ولی اشتباه می کنند. دوباره پرسیدم این صدای تیر را شنیدی؟ بدون اینکه جواب بدهد دست من را گرفت و برد پای درخت کاج و چیزی را نشان داد. من از نزدیک نگاه کردم. 3 چکه خون تازه روی زمین چکیده بود. بعد من را برد در اتاق خودش. همه درها را بست. روی صندلی نشستم. چراغ را روشن کرد و آمد روی صندلی مقابل من کنار میز نشست. اتاق او ساده آبی رنگ و کمرکش دیوار کبود بود. کنار اتاق 1 تار گذاشته بود. چند جلد کتاب و جزبه مدرسه هم روی میز ریخته بود.
سیاوش دست کرد از کشوی میز یک ششلول در آورد. به من نشان داد. از آن ششلول‌های قدیمی دست صدفی بود. آن را در جیب شلوارش گذاشت و گفت: من یک گربه ماده داشتم. اسمش نازی بود. شاید آن را دیده بودیم. از این گربه های معمولی گلباغالی بود. با 2 چشم درشت مثل چشم های سرمه کشیده. روی پشتش نقش و نگارهای مرتب بود، مثل اینکه روی کاغذ آب خشکانه فولادی جوهر ریخته باشند و بعد آن را از میان تا کرده باشند. روزها که از مدرسه برمیگشتم، نازی جلوم میدوید، میو میو میکرد، خودش را به من میمالید. وقتی مینشستم از سر و کولم بالا میرفت، پوزه‌اش را به صورتم میزد، با زبان زبرش پیشانیم را میلیسید و اصرار داشت که او را ببوسم. گویا گربه ماده مکارتر و مهربانتر و حساستر از گربه نر است. نازی از من گذشته و با آشپز میانش از همه بهتر بود، چون خوراک ها از پیش او در می آمد. ولی از گیس سفید خانه که کیابیا بود و نماز می خواند و از موی گربه پرهیز می کرد دوری می جست. لابد نازی پیش خودش خیال می کرد که آدم ها زرنگ‌تر از گربه‌اند و همه خوراکی های خوشمزه و جاهای گرم و نرم را برای خودشان احتکار کردند و گربه ها باید آنقدر چاپلوسی بکنند و تملق بگویند تا بتوانند با آنها شرکت بکنند. تنها وقتی احساسات طبیعی نازی بیدار می شد و به جوش می آمد که سر خروش خونالودی به جنگش می افتاد و او را به یک جانور درنده تبدیل می کرد. چشمهای او درشتر می شد و برق می زد. چنگالهایش را از توی غلاف در می آورد و هر کس را که به او نزدیک می شد با خرخرهای طولانی تهدید می کرد. بعد مثل چیزی که خودش را فریب بدهد بازی در می آورد، چون با همه قوه تصور خود گله خروس را جانور زنده گمان می کرد. دست زیر آن می زد، براق می شد، خودش را پنهان می کرد و کمین می نشست. دوباره حمله می کرد و تمام زبردستی و چالاکی و نژاد خودش را با جست و خیز به جنگ و گریزهای پی در پی آشکار می نمود. بعد از آن که از نمایش خسته می شد، کله خونالود را با اشتهای هرچه تمام‌تر می خورد و تا چند دقیقه به دنبال باقی آن می گشت و تا 1-2 ساعت تمدن مصنوعی خود را فراموش می کرد. نه نزدیک کسی می آمد، نه ناز می کرد و نه تملق می گفت. در همان حالی که نازی اظهار دوستی می کرد، وحشی و تودار بود و اسرار زندگی خودش را فاش نمی کرد. خانه ما را مال خودش می دانست و اگر گربه غریبه گذرش به آنجا می افتاد، به خصوص اگر ماده بود، مدتها صدای فیف، تغییر و ناله های دنباله دار شنیده می شد. صدایی که نازی برای خبر کردن ناهار می داد با صدای موقع لوس شدنش فرق داشت. نعره‌ای که از گرسنگی می کشید با فریادهایی که در کشمکش ها می زد و مورنوی که موقع مستیش را می انداخت همه با هم توفیر داشت و آهنگ آن را تغییر می داد. اولی فریاد جگرخراش، دومی فریاد از روی بغض و کینه، سومی یک ناله دردناک بود که از روی احتیاج طبیعت می کشید تا به سوی جفت خودش برود. ولی نگاه‌های نازی از همه چیز پرمعنی تر بود و گاهی احساسات آدمی را نشان می داد، به طوری که انسان بی اختیار از خودش می پرسید
در پس این گله پشمالود، پشت این چشمهای سبز مرموز چه فکرهایی و چه احساساتی موج میزند. پارسال بهار بود که آن پیش آمد هولناک رخ داد. میدانی در این موسم همه جانوران مست میشوند و به تک و دو میافتند. مثل این است که باد بهاری یک شور دیوانگی در همه جنبندگان میدمد. نازی ما هم برای اولین بار شور عشق به گله‌اش زد و یا لرزه‌ای که همه تن او را به تکان میانداخت. ناله‌های غم‌انگیز میکشید. گربه‌های نر ناله‌هایش را شنیدند و از اطراف او را استقبال کردند. پس از جنگ‌ها و کشمکش‌ها، نازی یکی از آنها را که از همه پرزورتر و صدایش رساتر بود به همسری خود انتخاب کرد. در عشق ورزی جانوران بوی مخصوص آنها خیلی اهمیت دارد. برای همین است که گربه‌های لوس خانگی و پاکیزه در نزد ماده خودشان جلوه‌ای ندارند. برعکس گربه‌های روی تیغه دیوارها، گربه‌های دزد لاغر بلگرد و گرسنه که پوست آنها بوی اصلی نژادشان را می‌دهد، طرف توجه ماده خودشان هستند. روزها و به خصوص تمام شب نازی و جفتش عشق خودشان را به آواز بلند می‌خواندند. تن نرم و نازک نازی کش و باکش می‌آمد، در صورتی که تن دیگری مانند کمان خمیده می‌شد و ناله‌های شادی می‌کردند. تا سفیده صبح این کار مداومت داشت. آن وقت نازی با موهای ژولیده، خسته و کوفته اما خوشبخت وارد اتاق می‌شد. شبها از دست عشق‌بازی نازی خوابم نمی‌برد. آخرش از جا در رفتم. یک روز جلوی همین پنجره کار می‌کردم. عاشق و معشوق را دیدم که در باغچه می‌خرامیدند. من با همین 6 لول که دیدی در قدمیشان رفتم. 6 لول خالی شد و گلوله به جفت نازی گرفت. گویا کمرش شکست. یک شست بلند برداشت و بدون اینکه صدا بدهد یا ناله بکشد از دالان گریخت و جلوی چینه دیوار باغ افتاد و مرد. تمام خط سیر او چکه‌های خون چکیده بود. نازی مدتی دنبال او گشت تا رد پایش را پیدا کرد. خونش را بوییده و راست سر گشنه او رفت. 2 شب و 2 روز پای مرده او کشیک میداد. گاهی با دستش را لمس میکرد، مثل اینکه به او میگفت بیدار شو، اول بهار است. چرا هنگام عشق بازی خوابیدی؟ چرا تکان نمیخوری؟ پاشو. چون نازی مردن سرش نمیشد و نمیدانست که عاشقش مرده است. فردای آن روز نازی با نقش جفتش گم شد. هر جا را گشتم، از هر کس سراغ او را گرفتم، بیهوده بود. آیا نازی از من قهر کرد؟ آیا مرد؟ آیا به عشق بازی خود رفت؟ پس مرده آن دیگری چه شد؟ یک شب صدای میو میو همان گربه نر را شنیدم. تا صبح بنگ زد. شب بعد هم به همچنین، ولی صبح صدایش میبرید. شب سوم باز 6 لول را برداشتم و سر هوایی به همین درخت کاج جلوی پنجره‌ام خالی کردم. چون برق چشمهایش در تاریکی پیدا بود، ناله طویلی کشید و صدایش برید. صبح پایین درخت 3 قطره خون چکیده بود. از آن شب تا حالا هر شب می آید و با همان صدا ناله می کشد. آنهای دیگر خوابشان سنگین است، نمی شنوند. هرچه با آنها می گویم به من می خندند، ولی من می دانم، مطمئنم که صدای همان گربه است که کشتم. از آن شب تا کنون خواب به چشمم نیامده. هر جا می روم، هر اتاقی می خوابم، تمام شب این گربه بی
صاف با حنجره ترسناکش ناله می کشد و جفت خودش را صدا می زند. امروز که خانه خلوت بود آمدم همان جایی که گربه هر شب می نشیند و فریاد می زند. نشانه رفتم چون از برق چشمهایش در تاریکی می دانستم که کجا می نشیند. تیر که خالی شد صدای ناله گربه را شنیدم و 3 قطره خون از آن بالا چکید. تو که به چشم خودت دیدی، تو که شاهد آن هستی. در این وقت در اتاق باز شد و رخساره و مادرش وارد شدند. رخساره یک دسته گل در دست داشت. من بلند شدم، سلام کردم، ولی سیاوش با لبخند گفت: البته آقا میرزا احمد خان را شما بهتر از من میشناسید. لازم به معرفی نیست. ایشان شهادت میدهند که 3 قطره خون را به چشم خودشان در پای درخت کاج دیدند. بله من دیدم. ولی سیاوش جلو آمد، قهقه میخندید، دست کرد از جیبم 6 رو را درآورد، روی میز گذاشت و گفت: میدانید میرزا احمد خان نه فقط خوب تار میزند و خوب شعر میگوید، بلکه شکارچی قابلی هم هست. خیلی خوب نشان میزند. بعد به من اشاره کرد. من هم بلند شدم و گفتم: بله امروز عصر آمدم که جزبه مدرسه از سیاوش بگیرم. برای تفریح مدتی به درخت کاش نشانه زدیم، ولی آن 3 قطره خون مال گربه نیست، مال مرغ حق است. میدانید که مرغ حق 3 گندم از مال صغیر خورده و هر شب آنقدر ناله میکشد تا 3 قطره خون از گلویش بچکد. و یا اینکه گربه قناری همسایه را گرفته بود و او را با تیر زدند و از اینجا گذشته است. حالا صبر کنید تصنیف تازه‌ای که در آوردم بخوانم. تار را برداشتم، با آواز را با ساز جور کرده این اشعار را خواندم. دریغا که بار دگر شام شد، سراپا گیتی سیه‌فام شد. همه خلق را گاه آرام شد مگر من که رنج و غمم شد فزون. جهان را نباشد خوشی در مزاج، به جز مرگ نبود غمم را علاج. ولیکن در آن گوشه در پای کاج، چکیده است بر خاک 3 قطره خون. به اینجا که رسید مادر رخساره با تغییر از اتاق بیرون رفت. رخساره ابروهایش را بالا کشید و گفت: این دیوانه است. بعد دست سیاوش را گرفت و هر دو قهقه خندیدند و از در بیرون رفتند و در را رویم بستند. در حیاط که رسیدند زیر فانوس من از پشت شیشه پنجره آنها را دیدم که یکدیگر را در آغوش کشیدند و بوسیدند. And that is the end of this story. How crazy was this? This author always reminds me of Edgar Allan Poe. I really wonder if they were writing these sort of stories at the same time. Let me go check that and I'll be back. That's interesting. Sadegh Hidayat was born in 1903. Edgar Allan Poe was born in 1809. About 100 years earlier. So maybe since he was a translator also, he was certainly familiar with Edgar Allan Poe's work, I bet. Let's read about who he was a little. Wikipedia says Sadegh Hidayat, born in 1903, dead at 1951, was an Iranian writer,
satirist and poet, best known for his novel The Blind Owl. He was one of the earliest Iranian writers to adopt literary modernism in their career. Alright, anyway, he surely was a nutcase. And certainly his stories aren't as deep as he thought they were, but nonetheless, I like reading them, and they are creepy enough for this eerie Christmas time that I'm having. So I hope that you enjoyed that, and I'll see you guys soon. Check out my Patreon if you haven't, and I'm so grateful to all my Patreons who are over there and supporting me every day. I'll see you guys soon. Bye bye.